مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با جلال اکرامی 15 ماه 12 سال 39 رفیق جلال اکرامی پالتوها رسید. به نگهبسین گوید که پول فرستاده اش هم رسید. نسخه های مؤلفی چیزهای از من چاپ شده را فرستادن در کار بود. از بوالی سینا، تیرازی جهان، جشن تاریخی، توی و جنازه و احمد دیوبند. از هر کدام 22 دانگی، از اینها 3 دانگی در استالین آباد گرفته بودم. از دیگر چیزهایی که به تازگی برآمده باشند از هر کدام 25 نسخگی. به همه سلام. فرصت رفت و عبدالخالق زاده نبود که خطی به تفصیل نویسم. اگر پولی بر زیادی پالتو را تا حال نفرستاده باشد نفرستانید که اگر یگان چیزی دیگر خرم صرف می شود. به سلام عینی. از شامراد میروف 15 ماه 11 سال 39 سلام به پدرم صدرالدین عینی. از جانب استودنتی یکمی کورس زبان و ادبیات مکتب اینستیتوت تاجیکان در تاشکند میروف شامراد به شما پدر مهربان صدرالدین عینی سلام. پدر جان صدرالدین عینی، یک سرلوحه کتاب آدینه را من به نظم در آوردم. اگر شما این نوشتی من را تفتیش کرده برآمده به خودتان معقول دانسته به من اجازت دهید من کتاب آدینه شما را کار کرده می برایم. اما در همین پارچه اگر نادرستی اصلاح شود خواهش همین که درست کرده به من به زودی جواب و فکر خودتان را تیید. باقی سلام پدر جان عینی. استودنت امضا شامراد. ادرسی من تاشکند پرولتارسکی اولیتسا رقم 9 شکال توگویی. علاوه بر این خواهش است که ادرستان را هم به من روان کنید. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشتند هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند.
به شامراد میرفت. جواب عینی به مکتوب شامراد 9 ماه 1 سال 40. رفیق شامراد میرفت. خط شما با شعراتان کیها رسیده بود. به سبب اینکه در این میان 2 بار به استالیناباد رفته آمدم و در آنجا دیر ماندم، به شما در وقتش جواب نوشته نشد. شعراتان را خواندم. من برای شما در پی نظم کردن آدینه بر این یک حکایه نافتادنتان را مصلحت میبینم. آدینه یک حکایه زور است که خودم با وجود 50 ساله شاعری تجربه دار بودنم وی را به نظم آورده نمیتوانم. برای نومشقان باز هم دشواری میکند. شاعر و نویسنده نومشق باید آبورزی، مشق آببازی را از یاد مبرارد. کسی که خواهد آبباز شود، اول به جویچه ها، بعد از آن به جویهای کلان، پس از وی به دریاچه ها، بعد از وی به دریاهای مثل رود آمو و در آخر به بحرها می درآید. به شکل داستان منظوم در آوردن آدینه نسبت به شاعری جوان نسبتی بحر است به آبباز نومشق. البته من در این مکتوب به بالای شعراتان نمی ایستم. به شما همین قدر مصلحت می دهم که در زیر دست معلمان ادبیات اول پارچه های 10 و 20 مصرگی نویسید، کم کم به 50 مصرع گذارید و بعد از 1 درجه تجربه دیدن داستان های 100 مصرعی نویسید و هاکذا. از همه چیز بیشتر بسیارتر خوانید. به اثرهای شاعر و نویسندگان تجربه کار از کلاسیک و زمانی آشنا شوید. در آموختن لغت‌های جداگانه، در جمع کردن آنها در خزینه سینه خود و دانستن جای کارفرمایی آن لغت‌ها، جمله‌بندی‌ها و دیگرها کوشش کنید. این را دانید که زبان برای نویسنده مثل گوشت و روغن و برنج است. برای پلوپز چنان که آشپز در نبودن گوشت و برنج و روغن پلو پخته نمیتواند، شاعر هم اگر زبان نداند شعر ایجاد کردن نمیتواند. به سلام رفیقانه، عینی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت